همه میگن روزی خوب داشته باشید، اما من میگم روزی خوب رو برای خودتون سازید، ایجاد کنید، خلق کنید. به فکر آمدن روزهای خوب منتظر ننشینید. روزهای خوب نمیبیاید، میفهمید؟ روزهای خوب رو باید ساخت. به فکر ساختن روزهای خوب باید بود. اوشو فیلسوف هند میگه زندگی در هیچ وجه منفعت‌دار نیست که چیزی را در آینده برای شما وعده بدهد. زندگی پول نقد است، همین حالا و همین جا. منتظر ننشینید که کسی برای شما گل بیارد. خاک را زیر و رو کنید، دانه را کارید، آبش دهید، پرورشش کنید، زمین خودش برای شما گل خواهد داد. سخت‌ترین و بزرگترین اشتباه ما انسان ها همین است که منتظر میشویم، انتظاری های بجا داره. منتظر میشویم که کسی آمده دستی تو را بگیرد یا کاری را به جای تو انجام بدهد یا همیشه پهلویت باشند، دستگیریت کنند. اما اینطور نیست. آدم ها حتی برای خودشان وقت پیدا نمیکنند. این تویی که هنوز هم به امید آمدن روزهای خوب منتظر نشسته. درست ما شب را روز کردن نمیتوانیم، اما میتوانیم چراغ خانه را فروزان کنیم، روشنایی را برای خودمان خلق کنیم. اگر دنیا یک سر خورم نیست، میتوانیم منزل خودمان را گلزار کنیم، یعنی برای خودمان زیبایی آفریم. و اگر نمیتوان هم به درد همه رسید، میتوان دلی را به دست آورد. یعنی سخن خوب، گشاده‌رویی و بخشایش سرمایه اصلی ما انسان ها در زندگی است. بیدار شوید و زندگی را زندگی کنید.